سال 2025 که پیش سر گذاشتیم و به حساب گذشت، چطور سالی بود برای امارت اسلامی، افغانستان، منطقه و جهان در کل؟ خب سال پرآشوب بود، سال به حساب پرمنجلاب بود، چی در منطقه و چی در سطح جهان. شما دیدین که جنگ ایران و اسرائیل در گرفت، جنگ اوکراین بدتر شد، حالتهای بدتر شد، تشنج در ونزوئلا به رخ داد. همچنان در منطقه ما و شما پاکستان بالای افغانستان حمله کرد، چندین بار حمله کرد و تشنجات زیادی در منطقه و در جهان ما و شما او را دیدیم. در پهلوی ازی برای امارت اسلامی که سال پر مشکلات بود، لحاظ ازی که فشارهای منطقوی بین المللی داشت و جنگ بین افغانستان و پاکستان در گرفت، سال از لحاظ روابط سال خوب هم بود. روابط با روسیه به ارتقای عالیش رسید، یعنی به رسمیت شناختن صورت گرفت. روابط با هندوستان به حساب وجه بسیار احسن به پیش رفت و عالم داره روز به روز انکشاف و ارتقا می‌یابد، ممکن که به منجر به رسمیت شناختن کلی شوه که بسیار امکانات زیادش هست که در سال 2026 صورت بگیره. همچنان کشورهای روابط ما با ایران در طول 2025 روابط متوازن و خوب بوده. از لحاظ اقتصادی کسر اقتصادی را ما داشتیم، اونا فواید زیادی را ورداشتن، اما باز هم برای افغانستان فایده مند بود. گرچه دیدین که در اواخر بعد از ماه جولای در اگست و به این طرف با پاکستان روابط حسنه نبوده، دروازه ها گاهی بسته گاهی باز بودن و بالاخره امارت اسلامی تصمیم گرفت که این دروازه ها را بسته کنند. در لحاظ روابط بین الدول شما دیدین که روابط با قطر، با ترکیه، با ایران، با عربستان سعودی، با خود روسیه و کشورهای آسیای میانه و هندوستان بسیار به اوج خود بود. روابط بسیار خوب داشتن، سفرهای بسیار زیاد صورت گرفت و همچنان کشور مخالف مثل تاجیکستان روی خود به شکل مثبت تغییر داد و به طرف امارت اسلامی آمد از او مشکلاتی که داشت. از این لحاظ رفت و آمد و به حساب دید و بازدیدها یک سال پرثمر بود. اما اگر می تمام نتایج از این را بیاریم از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ تاریخی را در یک جای جمع کنیم و ببینیم که آیا عمود وقتی که شما یک درخت را بشانین و وقتی ثمر از اون میوهش هست، اگر میوهش به دستتان آمد درخت پر ثمر است، اگر میوه به دستتان آمد درخت ثمر خود نداد. زحمت شما سوجده، شما درخت شاندین، کلان کردین، برگ کشید، هر چیز کرد، اما میوهش نخوردین. در این حال در اینجا در امارت اسلامی میگه پس اینا دید و بازدیدهای بسیار وافر داشتن، اما آیا این به حساب منسجم شد، مجسم شد در شکل یک روابط پخته دیپلماتیک به جز از روسیه؟ نخیر، ما همچون دستاوردی را نداشتیم. بنان تمام کوشش های شما که وقتی که مجسم نشد در شکل یک روابط به رسمیت شناختن که باید میشد، یعنی هندوستان حداقل باید افغانستان به رسمیت میشناخت، چین رسمیت شناختن خود به سطح کامل خود می برد و همچون کشورهای دیگری منطقه ایران باید پیش می آمد، این کار صورت نگرفت. از این بابت یک خلای بزرگ وجود داره و او خلا چی است؟ او خلا دو جانبه است، هم از طرف بیرون کشورهای بیرونی و هم از درون. از درون ما نتانستیم رو امو پالیسی هایی را که دنیا انتقاد داره، ملت تقاضا داره، او را تغییر داده بتانیم و همچنان دنیا با همه تمایلی که با افغانستان دارن نتانستن که امو پالیسی ها را به حساب ملبس به امو لباس دیپلماسی بسازن و بیاین از رای دیپلماتیک روابط استوار کنن، سفارت ها را فعال کنن و دست افغانستان بگیرن. یعنی ما فعلا داریم در تلاش و در جنگ هستیم. سال 2025 سال به حساب جنگ دیپلماتیک، جنگ اقتصادی، جنگ دفاعی برای افغانستان بود. هم دستاوردها داشت و هم از دست رفتنها داشتیم که در او جمله حملات پاکستان بر افغانستان، تهمت از او و در اواخر در نشست‌های بین المللی که شورای امنیت تو اینجا افغانستان متهم به تروریسم کردن. این به حساب هم باخت ما است که ما تا امروز نتانستیم که دنیا را به این قائل کنیم که پالیسی ما پالیسی اقتصاد محور است و پالیسی غیر منسلک منطقوی است.
از این بابت ما با مشکلات روبروی بودیم و این مشکلات تا زمانی که حل نکرده باشیم دنیا ما را به رسمیت نمیشناسه، ملت راضی نمیشه و این مشکلات همینطور دوام میکنه. باید به رضایت ملت و جهان مکاتب باز کنیم، قانون اساسی را بتیم، حقوق زنان را بتیم، دروازه مکاتب باز کنیم و لوی جرگه را بخوایم به ملت گوش بدیم تا هم مشکل با ملت حل شود و هم با جهان شود. امید است که سال 2026 سال پر امید و پر نوین باشه و همچنان به سال شگوفانی برای افغانستان باشه تا بتانیم همین تغییرات را که ملت و جهان تقاضا داره در این سال ما او را به دست آورده بتانیم، پوره کرده بتانیم و به اون اهداف اولیای خود که یک افغانستان شگوفان، مرفه و به حساب آرام باشه او را به دست بیاریم، هم ما خوش باشیم، هم خدا خوش باشه و هم جهان خوش باشه. و همین امید است پرسش شما را جواب داده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای که در ایران برای افتاده و امروز یعنی روز دهمش است و تعداد زیادی از کشته ها به اساس احصایه رسمی ارنا یا تصنیم خبرگزاری ایران تعداد کم نشان میتن، اما گفته میشه که تعداد از رسانه‌های آزاد که گفته میشه بیشتر از این مقدار است، یعنی بعضی جاها 26 گفته میشه، بعضی جاها حتی بالاتر از 50 گفته میشه. احصایه های دقیق وجود نداره، اما به جهت پروپاگاند از احصایه های زدن، کشتن و به حساب انفجارات و تشنجات و چور و چپاول اینا را به زور دامن زده میشه، از خاطر که پلانی نمی است. ای که در ایران این تظاهرات چرا شروع شد به شما معلوم است که وقتی که در جنگ 12 روزه در ماه جون اسرائیل و امریکا به حساب شکست خوردن و مجبور به این شدن که با ایران آتش بس کنن، یعنی از راه فضا و از راه قوت نتانستن ایران مطیع فرمان خود کنن و سرکوب بسازن، بنان در مدت 6 ماه صرف اخطار جنگ میدادن اما در داخل کار میکردن. وقتی که در داخل نظام کار شروع کردن به طوری چیز کردن که باید از درون یک تشنج و یک انفلاق صورت بگیره، چیزی را که ما بارها گفته بودیم و تکرار میکردیم که اگر ایران از درون خراب نکنن از بیرون خراب کردن نمیتونن. ایران توانایی از این داره که لحاظ حمله نظامی بالای خود از خود دفاع کنه، اما اگر تشنجات و امی انارشیزم را که فعلا در انداخته شده اگه ایره در ایران چیز برای انداختن نتانن، ایران از زده نمیتونن. اما دیدین که به این موفق شدن در مدت 6 ماه گذشته، یعنی از ماه جون 2025 تا امروزی که ما در جنوری 2026 هستیم و در به تاریخ 3 جنوری اینا ونزوئلا را زدن. در ونزوئلا و در ایران یکسان از داخل کار کردن. ای که فرضاً اینا مادرو را اونجا به این رقم گرفتار کردن که به حساب قوای دلتا دیسان شده او را برداشتن بردن، این از کاری بود که در داخل نظام کار شده بود، قطاعات نظامی به ساخت و بافت صورت گرفته بود که بازنی این کار در ایران آلی دارن، از درون میخوان ایران متزلزل بسازن و به حساب ضعیفش بسازن تا که وقتی که از درون نظام بوسیده شد، پاشیده شد و فروپاش شد، از بیرون زدنش آسان است، چرا که در پهلوی ازی دارن تبلیغات رسانه‌ای را بسیار وسیع برای انداختن. شما میبینید که کلپای ساختگی جور میشه، کلپای است که در میگیره، هر چیز آتش زده میشه، چور از چپاول از کشتن است و شعارها از به ضد خامنه‌ای و نظام که و در این حالی پروپاگاندا است که خامنه‌ای تیاری داره از سرزمین میبره، خامنه‌ای با 50 تن از نزدیکان و کابینهش به طرف مسکو در حرکت است. این تبلیغات سور از خاطر میکنن که اذهان مردم مغشوش بسازن و در عین حال بر علیه نظام دامنه را وسیع‌تر بسازن، مردم بی‌اعتمادتر بسازن و نظام بوسیده‌تر بسازن. در عین حال در خود نظام دو صدا است. یک صدایی است که از راه تفاهم کار گرفته شود و تظاهراتی که به اساس تقاضای مردم، چرا که نیاز مردم باعث ازی میشه که تظاهرات صورت بگیره و امی کار خود امریکا و اسرائیل کرد که بندای آب ایران زدن، بندای انرژیش زدن، یعنی قلت آب برابر کردن، قلت انرژی را برابر کردن در 12 روز جنگ. جاهای مهم را زدن، چرا پلان نمی بود که وقتی که مردم آب نداشته باشه، برق نداشته باشه، به خیابان ها میبرن و شما دیدین که اونا به سرکا برآمدن، به خیابان ها برآمدن
و از این غربی ها استفاده کردن، به این دامن زدن و شعارهای غلط شروع کردن و امروز ما شما میبینیم که این تشنجات و این کم از کم به 76 شهر ایران دامنش گسترده شده و در اینجا وقتی که صدا بلند شد که باید با این مردم تفاهم صورت بگیره تا مشکلات از اینا که سو حل شود و رای بیرون رفت جور شود، یک گروه گفتن که نه، چون این دست امریکا است و اینا در اینجا بازی دارن باید با تشدد کار گرفته شود. یک دسته گفتن نه، باید بریم صحبت کنیم، تفاهم کنیم. اگر دولت از راه تفاهم پیش میرفت این براش بهتر بود نسبت به از راه تشددی که گفته میشه که خامنه ای او را چیز کرده. فکر نکنیم خامنه ای را اختیار کرده و چرا که به این معلوم است که ایرانی است که به حساب به تباهی اینا را میبره. از رای نرمش کار آسان میکنن. دیگه ایست که امریکایی ها به سرحد ایران رسیدن، قوای خود رساندن و در داخل نظام دارن اسلحه توزیع میکنن برای تشنج، اختناق و آشوب بیشتر تا به نظام بوسیده تر شود و از چهار طرف این کار روان است. شما دیدین که از طرف پاکستان به تاریخ 2 جنوری یک گروه ایران چیز که به عقب راند و بسیار اسلحه به دست آورد و اسلحه به ایران انتقال داده میشد تا در بین مردم توزیع شود و مردم از اسلحه کار بگیره، یعنی بالای نظامی ها حمله کنن، بزنن، بکشن و وقتی که افراد کشته شد و امریکایی ها به اونا بهانه جور شون، اونا با آسانی بالای ایران بیاین حمله کنن و هم از درون نظام بوسیده شده باشه و از بیرون بزنن تا به حساب نظام با پای آخرش برسانن. امید است که ایران بتانه که از این تشنج، اگر ایران از خود از این مشکلات کشید، از بیرون توانایی زدن دشمن دارن، یعنی دفاع خود از بیرون کردن میتونن لحاظ اسلحه و سلاح، اما مشکل برش در داخل نظام است. امید است که جواب شما را داده باشم. در مورد از این پالیسی های دوگانی امریکا، این موضوعی است که آل بکوری به تمام دنیا آشکار شده. واضح است که اینا بازی دوگانه در طول سالیان متمادی بعد از او که امریکا از پالیسی انزوا یا ایسولیشن از 1941 برآمده و به صحنه سیاست جهانی پا گذاشته و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم امریکا در کشورها وجود داره، بنان بازی دوگانه داره. وقتی که در یک جای مسئله به نفعشان باشه، به کلی به طور واضح مثالش هست. مثلا ما شما ببینیم که در غزه 200,000 نفر زخمی و کشته شدن، یعنی 70,000 کشته شد، 130,000 زخمی شد. اون یا نه حقوق بشر بود، نه دفاع بود و نه امریکا حاضر بود که اونجا قوای خود روان کنه و یا دفاع کنه. برعکس باروت و راکت و میزایل به اسرائیل میداد که دیگه هم بکوب و حتی خودش به میدان آمد و گفت که اگر مردم غزه منطقه را خالی نکنن و تن برای تسلیم شدن، به طور جزا برشان بتیم که تاریخ یاد داشته باشه. اما ببینید در ایران میگن که اگر یک نفر مرمی سرش فیر شد، ما اقدام میکنیم و میایم برای دفاع و مداخله میکنیم. طوری که به شما معلوم است وقتی که تظاهرات در نیویورک صورت گرفت، در اونجا قوای گارد خاص خود فرستاد و بالای اونا شلیک کرد و مردم حتی کشت و در اونجا مسئله نمی بود که اینا گفتن که ما هر آن عملی که باعث از بین بردن امنیت و امنیت داخلی امریکا شوه، او را به حساب میزنیم و تقمیم میکنیم، سرکوب میکنیم. از این بابت در اینجا معلوم میشه که بازی دوگانه دارن اینا. در مملکت خود اگر خودشان یک تظاهرات کم داره چیز باشه، خودشان سرکوب هم کردن میتونن به زیر نام چیز به حساب مسائل امنیتی داخلی. و همچنان در جایی که باز بنفشان باشه میگن که چون از تظاهرات حق مردمی است و حق یک به حساب طبیعی سیاسی یک فرد کشور است، بنان اگر جلوی ازی گرفته شود خلاف قوانین بین الدول و حقوق بشر است، اگر چه ما مداخله میکنیم. یعنی با کلی واضح نشان میده که بازی دوگانه دارن امریکایی ها و دنیا علی به این میفهمه. شما میبینید که در این روزها اینا دارن بر علیه کشورها در همه جای، در ونزوئلا جریان که ما شما دیدیم تخلف از قوانین بین الدول بود، یعنی بالای یک کشور آزاده مدراین رئیس جمهوری از خواب بستر میگیرن، در طیاره میاندازن و با محکمه میبرن و باز میگن که این خلاف قوانین بین المللی نیست. بالای کشتی هایی که از دیگه کشور هستن تجاوز میکنن و در این بابت کشورهای غربی با اونا همکاری میکنن. حتی خود جهان غرب فهمید که امریکا تخلف از قوانین بین الدول که چشم به او پوشاندن.
اما همچی یک تخلفی از کشورهای جهان سوم و اسلامی صورت بگیره جدا اقدام میکنن و دو بابت دست به هر نوع فتنه و فساد میزنن. ای به کلی واضح است که مسئله قانون بین الدول نیست، مسئله حقوق زن، مسئله حقوق بشر، مسئله قانون بین الدول و مسائل دموکراسی همگی فریب هایی هستند که برای رسیدن به اهداف خود در هر جای از بهانه ها و حیله های مختلف استفاده میکنن و کار میگیرن. به هر کشور که رفتن زیر عنوان و عناوین مختلف اینا اقدام کردن. فرزن در ونزوئلا مواد مخدر مسئلهش استعمال کردن، در عراق بم اتم مسئلهش استعمال کردن، در لیبیا مسئله حقوق بشر استعمال کردن، در افغانستان مسئله حقوق زن و دموکراسی را استفاده کردن، در عراق، در همه جایا که شما ببینین اینا با همچو عناوین مختلف به صرف بهانه جویی است. بر ایران حال میگن در اول میگفتن بم اتم است، بعد حال گفتن که میزایلا و اینایش باعث خطر به جهان است، حال میگن که تظاهراتچیان و اینا را اگه بالا شلیک، چرا که نفر از اینا است. نظامی که در هم بر هم میکنه نفر از اینا است. اینا چطور نفر جلوش بگیرن که اونا محفوظ بمانن و جلو ایران بگیرن؟ ایران اخطار میتن که اگه شلیک کردی مثلا میم و افراد خودم میگن بیغم کار کنین، شما شلیک کردن نمیتونه، ما برش اخطار دادیم. بنانی بازی دوگانه است و به نظم جهانی خوب نیست. از همین خاطر اگر صحبت‌های دیروز رئیس جمهور جرمنی شنیده باشین، گفتن که امریکا نظم جهانی را در هم بر هم میکنه و این برای ثبات امنیتی جهان خوب نیست و جهان به طرف یک جنگ نامعلوم و مرموز میبره که باعث تباهی تمام جهان خواهد شد. امید است پرسش شما جواب داده شده باشه. اوضاع ناگوار و پیچیده در ایران، تأثیرات از او در منطقه و در جهان و دستاندازی های قدرت های بزرگ مثل امریکا و اسرائیل در ایران. ما شما کاملا میبینیم که امی منجلاب و مشکلاتی که آشوب و درگیری هایی که در ایران فعلا است، این به حساب خودجوش نیست، نه به ارادی خود شده. ممکن دری افراد هستند که اونا واقعا به اساس مشکلات اجتماعی که در ایران با او روبروی بودن، مثلا قلت آب، نداشتن برق، مواد خوراکی، قلت مواد خوراکی قصدن پیدا شده، پول داده شده، پول توزیع شده با کسای چیز که اجناس مثل تخمه، مثل روغن، مثل مواد ارتزاقی ابتدایی را از مارکت گم کنن تا مردم برند مارکت چیز نباشه، با مشکلات روبروی شوند. قیمت پول قصدن به پایین انداختن از خاطر که یکی از عواملی که پول به ارزش خود از دست میده، جنس بالا میره. وقتی که جنس بالا میره و اون پیدا نشه، مشکلات برای مردم پیدا میشن. بنان امی آشوبی که در ایران است اتو نیست که خودجوش و یا فرزندیز بوده، ایره پلان شدگی بوده. در طول 6 ماهی که امریکا و اسرائیل بر ایران حمله نکردن، ایره خلق کردن و آل دارن در تلاش ازی هستن که ای آشوبگری به قتل و غارت و به چور و چپاول مبدل شود. یعنی انارشیزم میخواین، انارکی که در مملکت بیای نظام به حساب ورگسسته میشه. گستگی نظام باعث از هم پاشیدن شیرازی نظام میشه و حرج مرج در وجود میه، نظام تضعیف میشه و اندکترین حمله بیرونی نظام از پای در می آوره که این پلان به حساب طویل مدت اسرائیل و امریکا بوده و هستن. و حالی که فرزن امو آشوبگرایی را که اینا پول دادن در بین چیز کردن، او را تزریق کردن، چون میدانن که اگر ایران اینا را فیر کنه، افراد از اینا دو کشته میشه. با کسایی که اینا پول دادن اونا از بین میرن. اینا به اونا ضمانت دادن که شما برین آشوبگری کنین، ما ایران ایتو اختار میتیم که اونا نتانن بالا شما فیر کنن و شما بیغم کارتان ادامه بتن. یعنی دست و پای ایران بسته میکنن که اگر تو حمله کردی ما بالای تو حمله میکنم، اما در پایین به اونا میگن که برین به حساب اساکران بکشین، دستگاه های صنعتی را در بتن، ملکت های عامل منفعه را در بتن، بسوزن، تکه تکه کنین. یک آشوب کلی را در یک نظام میارن تا در نتیجه از او به حساب آب خط کردن و مایی گرفتن است. از این بابت
فکر میکنم که نظام تضعیف خواد کردن اما از بین کاملا بردن نخواد. پروپاگاند کافی زیاد است، اعلانات میکنن، کلپ ها ساختن، حتی کلپ را من خودم یک کلپ ریکارد کردم که خامنه ای را نشان میتن مثل مادورو وری که پلیسا او را گرفته و او را میبرن به ذریعه آی جور کردن. یک کلپ دیگر ما قبلا ریکارد کردم که دو به صدای ظریف وزیر سابقی خارجه میگه که بیاین در صف ملت استاد شویم و از این نظام دیگه چیز شویم. ای به حساب پروپاگاند است که برای تضعیف نظام جور میشه. میایم به فرضیه شما و به قضیه شما که فرض مثال اگر نظام سقوط کنه مشکلات در منطقه چی است؟ در صورت سقوط نظام ایران مشکلات در منطقه بیشتر میشه. بالخصوص افغانستان یکی از کشورهای آسیب زده کلانتر از همگی خواهد بود، چرا که افغانستان اتکای مواد خوراکیش بالای ایران است. او از بین میره، مجبور میشه، محتاج میشه دوباره به پاکستان، دوباره در پاکستان با آسانی باز نمیشه، شرایط خود سرطان می قبولانه. مهاجرین خودتان خو میایه مهاجرین ایران 90 میلیون نفوسش است، دو کم از کم چندین میلیون مردم طرفدار نظام فعلی هستند. در صورت تغییر نظام اونا فرار میکنن، دیگر را ندارن. عراق سرشان را بسته است، سوریه بسته است، آذربایجان بسته است، پاکستان میسپارشند، مجبور افغانستان میاد. بنان مشکلات به افغانستان روبروی میشه. از این بابت در منطقه هم مشکلات بیشتر میشه. اسرائیل حاکم منطقه میشه، غلام خودم میارن. رضای پهلوی را که به حساب دامادشان است از یهودا را و به سر و فرمان است، آمدن از او تسلیم شدن ایران به اسرائیل است و آمدن اسرائیل در اینجا امارات اسلامی هم در امن نمیمانه، پاکستان هم در امن نمیمانه، اندونزیا و مالزیا هم نمیمانه و به همه طرف اینا دست درازی میکنن و حمله میکنن. در او صورت یعنی و دیگه ایست که بعد از ایران که زده شد باز دیگه نه عربستان سعودی میمانه و نه کدام کشور دیگه میمانه، اونا تارگت بعدی میشن و همگی زده میشه. بنان ایران یک صد باب است برای کلگی، با وجود ازی که کسی میگه که رافیزی است و کسی میگه که شیعه است و که هر چیز است، یک دیوار است در مقابل همی کشورهای اهل تسنن. و سقوط ایران تبایی نه تنها تبایی جهان شیعه خو است تبایی جهان اهل سنت و جماعت همچنان است و دشمن خدا و رسول یعنی امریکا و اسرائیل حاکم منطقه میشن. امید است که دعا میکنیم که این چیز صورت نگیره. نظامای ما شما را خداوند اصلاح کنه، چی در افغانستان و چی در ایران، تا با میل مردم رفتار کنن، اما کفر خداوند حاکم منطقه و جهان نسازه. امید است که پرسش شما جواب داشته باشه. تشکر. در مورد اظهارات لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه در سنای امریکا، کسی که یکی از بزرگترین لابیگرای یهود در امریکا است و طوری که به شما معلوم است ما میگم که نظام امریکا به ذریعه یهودا مانور و کنترل میشه و در اونجا پالیسی داده میشه. یکی از افرادی که این کار میکنه و دست بالا در نظام داره امیل لینسی گراهام است. چون پلانی که بر علیه ایران از طرف اسرائیل است و اسرائیل خواهان زدن ایران است و می آشوبی که در بین ایران در گرفته و یا حالت بدی که در ایران فعلا ما شما ناظر از او هستیم، این واضح است که اسرائیل در اونجا با دست داشتن و در طول 6 ماه کار کردن به ذریعه پول، به ذریعه افراد، و شما دیدین که پامپیو همچنان این گپ در یک توییت خود نوشته کرده بود که سال آینده، سال نو یعنی سال 2026، سال پیروزی و کامیابی مبارزین ایرانی در پهلوی مبارزان موساد اداره استخبارات اسرائیل است. انال او مبارکی میته که این مبارزین در پهلویشان افراد موساد است و اینا کامیاب میشن. یعنی اینا با کلی واضح میگن که در ایران موساد و امریکا اینا دست دارن. بنابراین قتل و قتال و وحشتی که صورت گرفت به ظاهر نظام متهم میکنن، اما قتل و قتال خود از این مردم کردن. از همین خاطر پروگرام جور شده، از همین خاطر پول توزیع شده، جنس از مارکت وارداشته شد، اجناس قلت از اون پیدا کردن،
پول با قیمتش زدن با پایین آوردن، ریال و دلار بالا بردن تا تورم پولی بیشتر شود، نیاز زیاد باشه، تقاضا زیاد باشه، عرضه وجود نداشته باشه، مردم به مارکت برن، روغن نباشه، تخم نباشه، آرد نباشه، برنج نباشه، این چیزا به زوری چرا که اسرائیل پول وافر داره، با نفوسش بسیار کم است و سرمایه زیاد داره، 400 و چند میلیارد در رزرو خود داره. برای از او 1 میلیارد در ایران برای خریداری اجناس از مارکت و ختم کردن از او کدام مشکلی نداره که این کار کنه و این کار کردن، قصدن کردن. و شما دیدین که این افرادی که کشته شدن اینا به ذریعه امو افرادی که در بین تظاهرچیان بودن مردم مظلوم کشتن و اتهام ازیر بالای نظام آوردن، ولی که نظام هم از خاطر کشتن از اون افرادی که این جنایت کردن کارا میکنه افراد دیگه کشته میشه و گفته میشه که در حدود 2000 نفر تاوان کشته شده و به اساس احصایه غربی ها میگن که در حدود 10,000 کشته و زخمی شده. اینا ولو علم که کدام احصایه کاملا دقیق است، اما کشته شدن شده، از هر دو طرف شده. در زیاترش خود اسرائیل و امریکایا کردن تا اتهام را که میخوان بالا ایران باشه و او را زیر از اتهام نظامش بزنن، این کار ادامه دادن و این کار کردن. ماسترمایند از این کار در پهلوی اسرائیل و امریکا که می قتل و قتال پروگرامی شده داده. این فیصله ازی در اسلام آباد بین امریکا و اسرائیل و پاکستان شده و این نظر آسیم منیر به اونا دادن. اگر میخواین که پلانتان کامیاب شوه و موفق شوین در منطقه و در اینجا هژمونی شما باشه و قدرت شما باشه، بنان در مظاهرات تظاهر کننده ها باید کشته شوه، قتل شوند، خون ریخته شوه تا راه را فراهم کنه برای تضعیف نظام و برتری کشورهای بیرونی که اونا بتانن به زیر نام ازی که در ایران قتل و قتال ادامه داره و ما برای دفاع بشریت و انسان میم بنان این کار خواهند کرد. از این بابت ای به طرح یک پلان است و از این بابت است که لنزی گراهام اخطار میته که ما هم قوای ما برای حمله تیار است و اگر شما قتل و قتال کردین ما میایم و ما شما میبینیم که در این روزا اینا دارن بلدپ نظامی کردن، آمادگی نظامی را گرفتن، B-52 را به منطقه آوردن، تیاره C-17 آوردن، تیاره F-15 را به منطقه آوردن، قوای دلتا فورس خود از سرحد ایران در از طرف سوریه و عراق رساندن و تانک ها و میزایل خود به اون سرحد رساندن. یعنی هم فشار درونی را بالای ایران نگاه کردن و هم فشار بیرونی را دارن. در صورتی که اگر تغییر در نظام از درون بیه اونا حمله نخواهد کردن و میگذارن که نظام تغییر بخوره و اینا با نظام معامله خواهد کردن. و در صورتی که اگر خامنه ای کشتار ادامه بده و تظاهرچیان به حساب فروکش کنن بنشینن، در او صورت و او قوی شود، با در او صورت امریکا و اسرائیل حتما حمله میکنن و در او پاکستان هم دست داره، آذربایجان هم دست داره و چندین طرف از درون نظام اینا فعلا تضعیف کردن. با وجودی که نظام اعلان یزیر میکنه که اینا موفق شدن و توانستن که تظاهرچیان خاموش کنن و مگه این خاموشی برای به حساب خاموشی قبل از طوفان است. چرا که اگر در صورتی که امریکا و اسرائیل حمله هوایی را انجام دادن، از پایین این مردم اگر دوباره خیستن با نظام خود قائم گرفتن نمیتونه. از همین بابت امریکا و اینا به این تصمیم رسیدن که باید نظام کاملا از بین نره، چرا که منطقه و کلگی در حالت تشنج قرار میتن. بنان اینا باید از درون نظام تغییر شود، خامنه ای و گروه ازی کاملا از بین بره و بگن که انقلاب 1972 ناکام شد و این اصلاح طلبان و اونایی که میخوان با دنیا مذاکره کنن، صحبت کنن و بنشینن، اونا کامیاب شدن، قدرت به اونا انتقال کرد. در اون صورت باز امریکا و اسرائیل حمله نمیکنن و با امریکا با ایران تفاهم میکنه. اما اگه این کار نشد، بنان در اون صورت باز امریکا حمله میکنه و نظام به زور به ناکامی چیز میکنه تا خامنه ای وصول شه و قدرتی اصلاح طلب در اینجا کامیاب شود. امید است که پرسش شما را جواب داده باشم.